چی گپ شد فرخ؟ او چی ها میگوید؟ زهرا دخترم؟ خدایا این ناممکن است. برگشت، من از من برگشت، من از من. یا خدایا چرا او با من حیران می‌نگرد؟ 100,000 بار شکر خداوند میکنم او زنده در آنجا ایستاده است. برگشت. آقای اکرم لبای؟ این چی گپ است؟ این چی اخلاقی است؟ زهرا چی گپ است دخترم؟ زهرا جان ای وای، دومولوزیو در اینجاست. یا خدایا، این آدم باز چی نقشه داشته باشد؟ دانستنی که او را ویران کردنی است. این دختر را با شخصی دوست نمی داشتهش داده ایستادن به فکرم. کی باشد؟ به من چیه؟ از پسم پالیس خاطرم باشد گم است. گریز بچه گریز. با کجا میگریزی زیا؟ ایستا زیا. زهرا زهرا وای زیو گفت بله زیو گفت اها البته خیانت را برداشته نمیتواند. دو زهرا دو دومولوزیو این دفعه تو رو نمیبخشد. سردارم در اینجا توی از عنیق همینجا دارم. میخواد که در بین مردم در آدونامو پیدا نکنیم، لیکن ما او رو پیدا میکنیم 100%. پس چرا در اینجا ایستادیم؟ رفتیم این مگر خانم زهرا نبود؟ زهرا البته امروز دختر توی داشت گویه چهار چشمه. خانم زهرا مگر از پیش داماد میدود؟ دیوانه ای برای چی از پیش داماد دود؟ اگر دود برای چی با خانه دارم؟ شاید در لحظه های آخر فکرش رو تغییر داد. ایدمت رو گیر حاضر یک تا میزنم. با کجا میروی زهرا دخترم؟ بله مویستشم پس کردن یک ماشین ناخته موز. چی گپ است در اینجا؟ زهرا عشقم ایستو. سردارم خانم زهرا از پسی داماد از پسی خانم زهرا میدود. یک کله در لحظه های آخر وجدان زهرا بلندی کرد و از شود کردن دست کشید. دمت را گیر سفسدگویی را پس کن. اکی فروخ چی گپ است در اینجا؟ اونال تو چیکار میکنی در اینجا؟ اکی رامان در اینجا چی گپ شده ایستاده؟ نمیدونم اونال از کجا دونم. زهرا کسی را دیده شق شده ایستاد و زیا گفته دویده رفت از قفای اشاخی. زیا میگوید؟ بله یعنی کلتکیلس میگوید. خواهش میکنم سردارم آرام باشد عصبی نشوید. سری کلت درگور 100 بار میگم کلتکیلس نگویه. من کلتکیلس نگفتم. زیا من گفتم یا که تو زیا گفتی؟ من زیا نگفتم. زهرا زیا گفت آخه. گفت التماس نامی ام آدم نگی. این کلتکیلس گرفته ایستاده است. زود باش لوین دویدیم. این ندیده اونال دیونشی تمام. لوین تو با کجا رفته ایستاده ای؟ ای سلنی من عشقم عزیزم دلم و تو همش رو میفهمونم. حاضر بسیار سراسیمم چون که آن آدم میگریزد. کی میگریزد؟ وای نمیدونم. ندونی کجا میدوی لوین؟ از پس سردارم باید بدوم چون که یعنی او میگریزد. کی میگریزد کی؟ سلن جان حالا نمیدونم. نگفتن من توی کرده در تنه بسیار زیبیده است. عقلش رو خورده است. لوین ای وای دومولوزیو رو دستگیر میکنم.
برای چی از قفای من داد زد؟ برخیز دیوانه میشوم. من از پلیس گرفته شدم. او چرا تویش رو ترک کرده از پس من میدود؟ هیچ نمیفهمم. مرا میکشد زهرا، مرا میکشد. زهرا در کجایی؟ این دختر نیکو رو ترک کرده به کجا رفت امک اکرم؟ این شرمندگی است آقای اکرم. آبرویمان ریخت. نبیرتون زیاد گفته دویده رفت. محترم التماس عصبی نشود. آرام شود، آرام شود. چه خیلی آرام شوم. پیسرم رفتیم. پیسرم آرام شو. پیش دروید. برادر این چیزی ها بود. آدم مرد و رفت، دختر تا حال با او عاشق است. یا خدایا، این عروس مثل ارواحسته؟ زیو با کجا رفتی؟ زیو برگرد التماس. من اصلا با تو خیانت نکردم زیو، فقط تو را دوست داشتم. در دلم بخیر است، تو به هیچ کسی دیگر جای نیست التماس زیو. یا خدایا، این دختر چه گفت؟ یا من زیا باشم مگر؟ نه اگر زیا باشم چون این دختری زیبا را چرا نمی‌انجامم؟ یا خدایا، من به چه کارها آواره شدم؟ از اینجا گریختنم لازم. چی گپ هست؟ یه سردارم دوز رو گذاشته اول از پس کلتکلسی که وجود ندارد دویده ایستاده. ای بچه، ماشین را همون کلتکلس دزدیده بود و هم نیکای زهرا رو ویران کنی آمده است. فهمیدی؟ یه سردارم از برای خدا بس کنید. یه سردارم شما چه ها میگوید؟ یعنی که کلتکلس از زیر زمین برآمده آمده توی زهرا رو بردار کردنی بود؟ بر زمین ماشین را دزدید. یا خدایا، شما چه ها میگوید؟ باش، دو میگویم، دو. چی گپ از خودش؟ من از پاریس میگریزم. این دختر از توی گریخته چرا از پس من میدودم؟ این چه خیل حیات است؟ من پیش وقتا چه خیل بودم؟ عجبا از میجگان دیوانه پرسم. میدونسته باشد او با من چنان میدیگرد که گویا مرا میخورده باشد. خدایا، این سیاهی باز پیدا شد. گریختم لازم. در کجای دوست داشتم مرا نبر تا التماس. زیو زهرا، او در کجاست؟ دیدی او را؟ زهرا، کنی وای. زهرا جانم. خانم زهرا رفیق سردارم کفالت میدم که تنش گرم است، حالا نمرده است. تو چی گفته استاده بیعقل؟ زهرا به خود بیا. بیهوش شده. سردارم دلش کار میکنند، حالا بیهوش است. خانم زهرا دچلیک چند چلیک میشوه؟ دچلیک چند چلیک میشوه؟ دچلیک میشوه زهرا. زهرا دخترم، تو چیکار کردی؟ تو چیکار کرده ایستاده دخترم؟ زهرا خیز. به من نگاه کن. ای اونلی بیناموس، تو در اینجا چیکار داری؟ با تو چند بار گفتم که با من روبرو نشوه؟ من از پس جنایتکار بودم، کار منم این است. خیلی کار بوده است. جنایتکاری کلان تو هستی. نبیره من حتی برای از تو خلاص شدن به خارج گریخت. اما اکرم مرا آقا نگو. دخترم خیز زهرا دخترم، و یادم را فراموش کن. و یک آدمی پست است و مرد و آدم مرد. وی را این خیل نگوید بابا.
میگویم او را همینطور گفتم او یک بسترین آدم است و مرد. ای پدر جان آرام تو هم شوید سر نکن. نه آقای اکرم کیلت زنده است. وای آدم مرد میگویم به تو. نه نمرده است. مرد خدا حالا هم نمرده است میگویم. بابا اکرم پدر تو جان چرا صبر کنید آرام شوید اما نمرده است. ای ابله مرد وای آدم مرد. ای اونا بس کن میگه که نمرده است آخر مرد وای نمرده است آخره. مرد دفع کنید داره. نمرده است. ای سردارم از برای خدا بیا از اینجا روی که بابی اکرم دیلزنک شدن میمونه در تای گپ میمونه. بیا روی دفع کنید داره از اینجا. کیلت زنده است. وای مردگی. تمام پدر وای مردگی گپی شما ای زهرا جان آرام شو آرام شو بابی اکرم کلا زنده ای احمق مرد وای پره داره از اینجا. ای بچه گد رو زر کن زود باش. گوش کن لبین آن بیشرف دیگر از دست من نمیگریزد. کی؟ چی خیر کی؟ کلت کیلت بیشرف. سردارم زنده ها مانده از پس یک اوراق دویده شده مگر همین هم کار شد خوش برود. چی خیر اروا چهارچشمه حتی زهرا را دید. خانم زورا از هیجان دیده چون که او به شوهر میبراید. شما باشه سیندروم رو اثر گذرانده اید. ای دیوانه ای ابله من چگونه سیندروم را اثر میگذرانم؟ سیندروم را یک بار دیگر گذرانده بودید کو؟ فهمیده بودید کو کلتکل از بوجت در زمین خلیده بودی کو؟ حاضر تو رو یخت میسرم سیندروم رو میبینی حیات شخصی مرا به این کار داخل نکن چهارچشمه. سردارم اگر مورد درباره کارتکل از قاطون میکنه لوین حاضر عینک‌هایت رو پاره میکنم. آلا کارتکل از پیش ماشین راست گذاشته اون طرف رفت. کارتکل که خزانده است که میدود. میبینی حالا میبینی زنده بودنی او رو میبینی. انا بعد میگوی که سردارم شما راست گفته بوده. بعد همون وقت من حالت رو میبینم. خدایا هرچی گریختم. این چی هست؟ کوچه محکم. خدا سند. دامولو زود سوار شوید. تو کی هستی؟ زود باشید با ماشین شینید. چی گپ هستم؟ سرتان رو خم کنید زود. خم شوید نباشد شما رو میبینم. ملش چی شده ایستاده است؟ این کجا شد؟ این کجا شد؟ زمین کفید و به درون نشفتید. بخار شده نیست نشد کو. او را در همین جا میقپیدیم آخر. ای بیشرف ای بیشرف به دیوار بر اومده گریخت. سردارم شما چی ها گفته ایستاده؟ او اوراق از دیوار را پریده میگذره. ای دفشو سردارم شما چی ها میگوید؟ شما آن کار را که میکنید به عقل آدم راست نمیآید. تماما منطق ندارد کاراتون. لوین تو به عقلی. آیا در حیاتت باره هم فکری با منطقانه میکنی؟ یک دقیقه سردارم. ای دفشو بوی مسرکه بوده است. تشکر به شما خانم. از این دیوانه ها مرا خلاص کردید. دامولو گفتید زهرا رو فراموش کردم کو. در توی زهرا چیکار میکنید؟ طاقت نکردید؟ چی؟ من به توی زهرا آمدم؟ این چه علاقه دارد؟ دامولو با من بازی نکنید. بازی؟ چه خیل بازی خانم میلیس؟ یا خدایا آن زهرا است کو. گویا عذابی وجدان کشیده ایستاده است. البته دیدید بعد شما باز خانه دار می شود. زنده بودن شما را فهمیده خودش را در پیش شما سفید کردنی شد. نه با او باور نکنید شوهر کرده ایستاده است. شوهر کند کردن گیرد. به من چی آخیر؟ دامولو همین خیل گوید. پروا نکنید شوهر کند هم بگذار شوهر کند. به همون هم او به عشق شما لایق نیست. او لایق خوشبختی نیست.
شما چی گفته ایستادید؟ من هیچ چیز نمیفهمم. дар байни онҳо падарам ва бобоям шуморо дида бошанд. کی؟ آنها کیستن؟ домулло, худатонро ба нодонӣ назанед. ман инро намефаҳмам. ба ман метавонед бовар кунед. در کدام موضوع؟ дар ҳама мавзӯъ. خوب نباشد. من چرا میگریزم؟ این آدم ها چرا از پسی من میدوند؟ پلیس چرا از قفای من است؟ شما برای چی به من یاری میدهید؟ домулло, шумо ҳаёти маро наҷот дода будед. خیر. аз ҳамон сабаб ман ба шумо кӯмак мерасонам. ай иншоалло язне унал шуморо надидааст. вагарна шуморо дошта маҳкам мекунам. یا خدایا چه خیلی محکمه؟ برای چی محکم میکنن؟ من به شما گفته ایستادم من با پلیس سر و کار ندارم. خطاگی شده است. язне унал ба шумо бисёр часпидааст. ӯ фикр мекунад ки янгаи ҳале аз барои шумо шуда ӯро тарк кардааст. حله کیسته؟ یا خدایا حله کیست؟ иншоалло язне унал зинда будани шуморо нафаҳмидааст. چرا؟ مرا مردگی فکر میکنه. ҳамаамон чунин фикр мекунем. همتون. бале домулло, ҳамаамон. яъне шумо вафот кардед. ман ҳам инро намефаҳмам. дар ҳақиқат ба ин сирратон ман ҳайронам. من یگان سیر پیر ندارم. فهمیدید؟ من سیر ندارم. من 1 سال در بیهوشی بودم اما نمردم. چه خیلی که گفتم تا خدا جان را نگیرد آدم نمیمرده است. دیده ایستادم домулло. زیا او از عقل بیگانه شده است. زیا дар куҷост? خانم زورا، از تاثیر توی روزهای آخر خودتان را مانده کردید. به حیاتی نو قدم گذار. گذشته را فراموش کن. باید کمی استراحت کنید. چی یعنی من در خیالم دیدم؟ دخترم نباشد باز چی شده میتواند؟ چی شده میتواند؟ اکنون اینطور نکن. وای آدم مرده است. تو تنها خسته بودی و همین خیل خیال کردی. تو حاضر خوب استراحت میکنی و همش میگذرد. این خیال نبود بابا، حقیقت بود. تمام زورو جان، تمام. زیانم مرده است. باید کمی استراحت کند. همش خوب میشه. رحمت آرام شو جانم، آرام. تمام رسیدی. همینجا ایستید. домулло, بله. аз ростӣ шумо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? بله. домулло, ба ман бовар кунед. шуморо асло намефурӯшам. تشکر خانم میدیس. домулло, дар асл ман ба шумо ташаккур мегӯям. ҳаётамро наҷот додед, ҳатто 2 бор. 2 بار؟ 1 بار نجات دادم رو در خاطر دارم اما دوم بارش شاید خاطر ندارم. домулло, аз ростӣ одами шух ҳастед. агар розӣ бошед пагоҳ якҷо хӯроки шом мехӯрем. راستی گپ نمیدانم که چی خیلی میشه. домулло, ман ба шумо бояд як чизро нақл кунам. сари як пиёла чой суҳбат мекунем. خب مایلش. шуморо пагоҳ бегоҳ аз ҳамин ҷо мегирам. تمام. خوابی خوش. шабҳои хуш. کلتکی لاس گفتنی آدم از کجا به آیله ما همراه شد نمیفهمم. مرده رفت اما دختر بیچاره ما تا حال از تاثیر او خلاص نمیشود. زهرا عقلش رو گم کرده است. یعنی از پس آدم مردگی تمامی شب داری. زنوک چی زنوک؟ اگر خیال نمی بود و حقیقت می بود به طول تکلیف خانه‌دار شویم رو قبول میکرد. سامی دیوانه‌شی خود با خود گام میزنی؟ اکا من برای زهرا بسیار زیاد میشوم. به فکر من زهرا با آسانی به خود نمی آید. آخرش عقلش را گم کرده. دختری ما برای چی عقلش را گم میکرده است؟ دختری من با عقل است. امشب خواب رفته دم گیرد. دکتر گفت که نزد میشود. ای کود را فریاد میکنم. یک جای رو برو شیشته گپ میزنن، یک جای حل میکنن. پدر جان، التماس در این موضوع یک روی نکنید. زهرا را به حال خودش گذارید. او را مجبور نکنید. او خانه‌دار نمیشود. خدایا این چی شب بود؟ این چه خیلی حیات است که من نفهمیدم. از کسی چیزی پرسیده نمیتوانم. خداوندی بزرگ و مهربان، همه باز مرا مرده میحسابند. این چه خیلی است من نمیفهمم. به نزدیکی مرا زامبی گفته از پس هم همشان میدوم. خودش چی گپ است؟
اوف، آن دختر لیکن زیبا بودن. پگاه درس دارم. بیا خیز اکنون، این خیلی کار نمی شود. درس تیار کردن لازم است. معاش را حلال کنم. اوف اوف اوف، در کجا هست این دختره؟ ای ملیس، تو رو کفته ایستاده. تو همین وقت در کجا بودی؟ ای مادر، در توی خونه انتظار بودم. فکر کردم شما برگشته می آیید. چخیل گشته می آیه ملیس؟ یعنی توی مون؟ برای چی زهرا زود برآمده دویده رفت؟ ای ملیس، هیچ نپرس. وای بود کو شفری سختش کلتکیل است. او ارواحی او را دیده تمام شب از پشتش دوید. ما را در نزد مردم شرمنده کرد. حاضر همین طرف شد مادر. وقت شما با پدرم زهرا را در پیش بابایم طرفداری میکردید، این طور نمیگفتید، از او بخشش پرس میگفتید. ای ملی، سرسطا نگو. تو دختری من هستی. ای خودت رو با کی مقایسه کرده ایستاده؟ همشیری نکن، بابایت رو نمیدونی. با خودو هممون رو از خونه سر میکنن و غیر از زهرا چشمش کسی رو نمیبینن. کاش خونه دار شده میرفتم، ما خلاص میشدیم. از این پس اویله داماد اصلا قبول نمیکند این کاری خونه دار شوی رو. این کار برباد رفت. خونه دار شوی پونه دار شوی نیست. ببخش مرا زیاد، خواهش میکنم مرا ببخش. خواهش میکنم به نزدم برگرد. مرا از خود دور مساز. خواهشی بابایم رو رد کردن نتوانستم. نباشد اصلا به کرسی نگاه نمی نشستم. اصلا ببخش مرا التماس. دامولا زیا اصلا تو رو نمیبخشد زهرا. دیگر اصلا زیا رو نمیابی. من هرگز اجازت نمیدهم که تو اون رو یابی، چون که تو لایق اون نیستی. ببخش مرا عشقم، ببخش. در این صبحی بر وقت کی با مکتب می رود؟ چی است؟ من مگر اینجا مر زدم؟ اما چی خیلی؟ من چی خیلی معلم دین هستم؟ خودش این چی گفت است؟ یه بچه تو دیگر هست نیفته که رسمی کلتکیلس را کشیدی تا با ای خدایا، در اصل آنقدر بد نیست؟ آف، زود به درس. یه برادر، این ماشین رو کی به اینجا مونده است؟ رسما اثری تاریخی است. اینجا برای شما مزار ماشین است. گیرید برید در پیش خانه‌تان مانید. اوف. احمد. آمد. یا خدایا، این زن هر سر اینجا میاد. هیچ نفهمیدم در خط دیوان است. عجب، باید پرسم چه شراب پلیس تعقیبم میکند. استاد احمد، با کجا میروید شما؟ من با مکتب رفته ایستادم. این خیلی باشد جانم. با تاکسی نمیروم، با ماشین شما میروم. انشالله در راه نمیمونم. برای چی در راه مونی؟ ماشین جانور برین. اینقدر آدمی شوخ هسته، ماشینتان رو اینقدر تعریف میکنید. بیا مونیده. یا خدایا، من باید ماشینم رو گیرم. شما من رو انتظار نشید، با تاکسی روید.
یعنی که شما با ماشینتون مرا با مکتب نمیبرید؟ آخر چخیل برم بنزین ماشینم تمام شد در راه مان آن را آوردنم لازم. مرا گوش کنید احمد جان، من در این عربه شما فقط به خاطر شما میشینم. نباشد امروزها از نزد من هزارها ماشین میگذرد، با این ماشین کونتون اینقدر ناز میکنید؟ چخیل کنه چی گفته ایستادید؟ من نمیفهمم تو را. کجا میروید استاد احمد؟ یا خدایا توبه، این ماشینم میگویم در راه مان بنزین ندارد وی را گرفتنم لازم. ماشینتون در اینجاست آخیر. چی؟ انا ماشینتون در اینجاست. بالا حسن 911 سرقتان در تعمیر است. 911 میگفتگشون همین است یعنی؟ این چه خیلی ماشین است؟ چی میخواهند اینها؟ ماشینی من بود هستم؟ دیگر ماشین را گرفتم برای همین پلیس مرا تعقیب میکنند. سوار نمیشویم؟ کلید را فراموش کردم، به فکرم در خانه است. کلید را گرفتم میارم. در کجایی زیو در کجا؟ دیگر از پیشم نمی برآمده باشی، مرا می بخشیده باشی. خانم زهرا، صبح خیر خانم زهرا. شما به پایان نآمدید، صبحانه تان را به اینجا آوردم. خانم زهرا، من میدونم تو رو در کجا کوبم. این چه خیلی ماشین است؟ ماشینتون رو یک سال ندیدید به فکرم یاد کردید؟ نپرس میجگان، من از تو یک چیز رو پرسیدنیم. بپرسید، لیکن شما فقط مرا خانم میجگان میگفتید. خانم میجگان، از شما پرسیدنیم، در حیات من زهرا گفتنی کس هست؟ او را میشناسی؟ زهرا؟ او کی است؟ زهرا کیست؟ زنک. زنک؟ یک زنی زیبا. یک زنی زیبا یعنی یعنی که زیبا بودنش را میدانی اما او را نمیشناسی، همین خیر؟ آن زن کی است؟ آخر نمیدونم، اگر میدونستم از شما نمیپرسیدم. نه، زنی رو که نمیشناسی چرا میپرسی؟ مقصدم این که یعنی زهرا گفتنی کس را من میشناختم یا همین رو فهمیدنیم، اگر میدونستم از شما نمیپرسیدم. آخر خیلی کیست؟ زهرا با شما کی میشود؟ من خودم نمیدونم، همین رو میخوام بفهمم. من زهرا گفتنی کس را میشناختم یا نمیشناختم؟ نمیشناختی؟ مایلش نمیشناختم. نمیشناسی؟ مایلش. او را نمیشناختی؟ فهمیدم، تمام. ای دختر، تو این پسر رو تا قیامت به خودت جلب کرده نمیتوانی؟ یا خدا، زیباترین دختری مکتب تو هستی بشه. ای ایران، من همین قدر میگویم که تو از عهده عاشقی و قدر خوب نمیبروی. انا بین دوست داشته‌ات رو با دخترها چه صحبت دارد. دیدین یا بیا حاضر تو رو میکشم. چی
شد عشقم؟ باز چی عصبی شدی؟ بینشین. عشقم نفهمیدم یگان کاری خطا کردم. خاموش. با اون دختر چیکار میکردی تو؟ آرام شوید. تمام آخر وای دختر خاله جنید بود ها جنید؟ من نمیشناسم او رو. جنید تو چی ها میگویی؟ با خدا من اون رو نمیشناسم. تو رو میکشم. با من نگر. با خدا من با اون دختر تنها گپ میزدم یگان کار نکردم. چی مرا گناهگار میکنی؟ من میگویم که بچه ها چی میگفتم؟ استاد احمد اینقدر تغییر افته از بچه ها؟ ولی استاد احمد تغییر افته است همین خیلی عشقم. حالا میبینی که یک روز با ماشین فسانش در برش یک دختر زیبا به اینجا میآید. ای بیا مونه استاد احمد امون آخیره؟ دیگر کی میشود؟ اول اینکه استاد احمد معلم میجگان رو دوست میدارد. او مثل شما بوحواس نیست. علاوه بر این او بسیار مردی رومانتیکی است. با این ماشین قیمت بهاش حالا میبینید که استاد احمد چه خیلی تغییر مییابد. کیو من؟ زنی بینم کی است؟ کیو؟ استاد احمد است. آرامای پیشینش. خدا زند. فراریش کجا شده باشد؟ استاد شما شینید ما تله میدهیم. با کجا تله میدهی؟ با مزار ماشین ها؟ استاد سکارسی ماشین رو کندید کو؟ آی ایران باورم نمیآید او هیچگاه این خیلی گپ نمیزنه. با او چی شده باشه؟ استاد بیا تله دهیم ماشین رو. نه تله نمیدهیم و هیچ چیز هم نمیکنیم. بگذارید در همین جا ایستم. احمد جان گم کردن خاطرت رو میفهمن. چرا ماشینت رو شد زدی؟ بیا مان خانم چه شتفاهی من نکنی. تو این ماشینت رو بسیار دوست میداشتی. حتی به او نام گذاشته بودی. خدایا چی نام گذاشتم عجبا. جیگر من همین ماشین رو کی گرفتم همین هم ماشین شد. دارید ماشین رو کی رفت آهی بچه ها زود باشه ترمز رو زیر کنید که ماشین میرود. زهرا تو به کجا رفتی ایستاده ای دخترم؟ بابا جان نفس گیر شدم هوای تازه گرفتن خواستم. نه از بسی آدمی مردگی نمی روی همین طور نه؟ چی علاقه دارد بابا؟ گفتم که هوای تازه گیری برآمدم. زهرا تو ما را بسیار سخت ترساندی. برای همین من چی گفتگیم را نمیدانم. زهرا تو او را در خیالت دیدی تمام. قطعاً اجازت ندی که این خیال حیاتت را بربادیت دخترم. سلام استاد. سلام خانم میجگان. علیکم سلام. استاد احمد با شما باید صحبت کنم. در انتظارم. زود بیا. بله استاد مرحمت. استاد احمد از بالایتان بسیار شکایت کردن. عجبا پلیس با مکتب آمده باشد. به گوشتان یگان خبر رسیده باشد. گویا که مثل پیشتر درس نمیگذارید. به ژورنال باشد امضا نمیگذارید. تماما دیگر خیر شده اید. حس و نیست نمیکنید. همین خیلده. شما این رو در نظر دارید؟ این را گفتم و اما خودم باور نمیکنم به این. استاد احمدی را که من میشناسم هرگز چنین کارها نمیکنه. اگر با چشمانم هم بینم که چنین کارها میکنی اصلا باور نمیکنم. من از کجا میدونم استاد احمد چیکار میکنه چیکار نمیکنه؟ یگان چیزی را در یاد ندارم. بله محترم خدا مرا از کارهای بد نگاه دارد. نخواد که من درس ندهم. هست و نیست میکنم به دفترچه کاری امضا میمونم. درس ها رو هم چخیلی که در ژورنال سیم نوشته شده است به اجرا میرسانم. کسی گفته باشد گناهی عظیم کرده است به فکرم. بله استاد من هیچ از شما شبهه ندارم. رحمت محترم دیرکتر با اجازه شما من به درس دیر نمانم. مرحمت. رحمت استاد رحمت. احتیاط که بچه. زهرا چی گپ شد؟ سراسیمه هستی؟ به من گوش کن میلیس. اگر تو هم به مانند دیگران زیو مرده است بگویی خودت رو غم ندی. او نمرده است من میدانم این رو و او رو پیدا میکنم. البته اینه نمیشه
мешавад, набояд омула зиёро ёбад. ман бояд пешгирӣ кунам. салом бачо. алайкум ассалом устод. шинед хош, ҳоло ҳасту нест мекунем. қаландар омалика дар ин ҷоям устод. ирами улфатшо дар ин ҷоям. бисёр дар ҳаяҷонам. устодам саволҳоямро ҷавоб медиҳад. имрӯз ин қадар дер гузашт, ба зур тоқат кардам ба худо. устодҷони ман, саволи бисёр дорам, бисёр. ба ҳамааш ҷавоб медиҳед. ортиқи қодир. I am here, teacher. ин чӣ хеле гап буд? кани аз ҷоят хез. вай устод, I am here гуфтам, яъне дар ин ҷоям устод. гуд монинг-ро бо забони англисӣ медонам гуфта, бо мо артистӣ накун. вақте ки номатро мегирам ҳамин ҷоям гӯй ва дар ҷоят шин. дар ҳамин ҷоям устод. шин. эй устод, аввал ин хел намегуфт, ҳоло ба ӯ чӣ шуда бошад охир? мемурӣ ки точки гап занӣ. хомӯш истеде. субҳон. дар ҳамин ҷоям устод. аҷоба, устодам ба саволе ки дирӯз додам чӣ ҷавоб медода бошад? писарам ба хайр аст? лабай, ту ки ҳастӣ? ба куҷо меравӣ? ман инҷирӣ ба назди устодам саволдиҳӣ меравам. кадом устод? устоди маърифати дин, устод зиё. дар ин ҷо устод зиё гуфтани шахс нест? ҳаст, дар симхона аст. майлаш ба шумо барори кор. бача куҷо меравӣ? ба назди устод зиё. агар ту гапро намефаҳмӣ, устод зиё гуфтани дар ин мактаб нест. ғунчагули гулчабек. дар ҳамин ҷоям устод. маликшоҳ ҳомидов. ҳамин ҷоям устод. ин ҳасту нест тамом намешавад ба фикрам. сардори синф. дар синф ҳамагӣ чанд талаба ҳастед? ҳамагӣ устод 18 нафар. ҳозир чанд кас аст? 18 нафар устод. хоб, ин хел ки бошад чӣ як ба як номбар мекунем. тамом. устод, ба журнал имзо намонде? имзо? мемонем писар. ҳар рӯз бояд имзо монем магар? бекор ки шудам имзо мемонам. ҳозир аз паси ман наоед саъд ҳед маро. саволамро мепурсам аз устода. дар ин ҷо устод зиё гуфтани шахс нест. 100 бор ба ту фаҳмонам. устод чӣ гап аст? устод, шумо ҷавоби саволамро бояд медодед. барои ҳамин омадам, аммо ин кас иҷозат намехоҳад. хел савол, ин ҷо дарс мегузарам. ҳозир гуноҳ гирифта истодаед. ман инро нафаҳмидам устод аҳмад. ин писар мегӯяд ки бояд аз устод зиё саволҳоямро пурсам. устод зиё кӣ бошад? зиё гуфтани устод дар ин мактаб надорем охир мо. ба худо директор, ман ҳам нафаҳмидам ин писарро, аммо сар диҳед ин кас дарояд. агар хоҳед нигаҳбононро гӯям аз мактабиро берун кунанд. не устод, ман ҳал мекунам. ин худаш шогирди кӯҳнаам аст. ин таб саволҳо медиҳад. ҳамин хел ба шумо барори кор. тамом, шумо роҳат бошед, ҳеҷ чиз намешавад. тамом. устод устодҷонам. бача, ту барои чӣ ҳар рӯз ба синфи мо медароӣ? мо дарс мехонем, ту боши дар омада дарсро вайрон мекунӣ. устод, аммо шумо гуфтед ки ҷавоби саволатро пагоҳ медиҳам. барои ҳамин омадам. кадом савол? устод, инсони рӯзадор агар бимирад, рӯзааш мешиканад. то саҳар хобам набурд, ин савол сарамро гарам кард. ба худо устод. бале шогирдон, вазифаи хонагӣ доштед, фаромӯш накардед? танбалӣ накунед. ба худо дастатон боло нашавад, ду мемонам. офарин. кани ту бигӯй. ман медонам. мурдан. аз ҷоят хез кани. акнун ҷавоб де. устод, одам ки мурд ҳатман рӯзааш мешиканад. дигар чӣ мешавад? шин баҳоят як. устод, 5 сол шуд ки ман дар синфам мемонам. ин хел намешавад. китоб хондан дар кор писарам. лаббай. агар нодониста ягон чиз хӯри рӯза намешиканад. чунки одам нодониста агар хӯрад рӯзааш намешиканад. дуюм ин ки устод рӯза намешиканад. охир чӣ хел мешиканад дар мурдан устод? ман ҳаминро гуфтам. як дақиқа. сеюм ин ки агар он инсон худкушӣ кунад, албатта ки рӯзааш мешиканад устод. шин ортиқ баҳоят як. ирам, ягон кас надонад фикр мекунад ки ин кас рӯза мегирад. биёмоне, гӯё худат рӯза мегирӣ? кори ту чӣ?
اینро من میدونم خدا. استاد اقلا بهای دو گذارید من راضی. صفر. استاد وای شما درسای ایلواگی میدید؟ دخترم ما درس دین گذشته ایستاده نه تاریخ. مگر این درس رو ایلواگی خوانده می شود؟ استاد من هم همین رو میگویم. شما پیش سوالهای آسان میدادید. حاضر مشکل شده است. من نمیخواهم که بهای دو گیرم. از همین سبب میخواهم درسهای ایلواگی گیرم. شما با من درس ایلواگی میدهید؟ به خدا درس ایلواگی پیلواگی نیست. نشسته به درس خوب گوش میدهید. همش همین. لبای استاد مردن روزه را نمیشکند، چون که هنگامی که آدم روزه خودش را میخورد این را با اراده اش میکند، اما مرگ از اراده آدم بیرون است. شین بهایت یک بچه ها اگر این جوابی درست نداده باشد آنگاه همه همون میسوزید. مادامی که جواب من درست است جواب شما چی است استاد؟ شاگردان مرگ روزه را نمیشکند، چون که شخص روزه دار یگان چیز نخورده وظیفه روزه را خواست به جا رساند، ولی بیچاره رحمتی شد. اگر یگان چیز نخوری روزت نمیشکند. اما رحمتی برادرمان وقتی مردنشان را البته که نمیدانست و گناهکار هم نیست، چون که دانسته نمرده است. انشالله در آن دنیا روزش رو میکشاید. آمین استاد آمین انشالله. استاد خدا از شما راضی باشد. با خدا سرم آرام شده. ماشاءالله ماشاءالله. استاد از همین سوالهای جمع کردم یک توی دیگر پرسم. این دیوانه از کجا پیدا شده؟ اما پسرم ما درس گذشته ایستادیم. بس از اکنون درس رو ویران نکن. برو از اینجا استاد در دنیا آب و نان تمام شود انسان چی میخورد؟ چی؟ آب و نان استاد تمام شود. چی؟ با سوالهای داده این دیوانه من با فکرم تا پیریم مکتب رو ختم کردم. خوب بچه ها وظیفه خانگی را فهمیده؟ انا همین سوال. وظیفه خانگیتان همین است شاگردان. تمام. اعتراض نکنید. استاد جانم با کجا می رود این دختر؟ با کجا؟ یا ای که سراغای دومولازیو رو یافته است؟ این راه خونه دومولازیو نیست. پس با کجا می رود؟ یا خدایا برای چی به این طرف تو؟ نمیفهمم برای چی نیکو ویران شد که زورو خونه‌دار شدن نمیخواست ولی برای بابایش رو نرنجاندن به این کار راضی شد. باز خیالی هم شده است. چه خیل خیالی؟ حالا باز خیالی گفته ایستاده ای. چه خیل خیالی است؟ حالا هم زیا را در همه جا میبیند. چی؟ اکم رو؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ خیالی یکی تو شده است. از کرسی نیکو خسته دویده زیا گفته رفت. خدا نگهبانش باشد. وجدان عذابی وجدان میکشد. عذابی وجدان که کشید از این سبب خیالی شد. از آن میترسم که من بمیرم و تو هم مثل او خیالی شدی. این رو از من چی خیل پنهان کردی بی تو؟ زنده بودن زیا رو از من چی خیل پنهان میکنی؟ زهرو بین اکای من با من جواب ده بی تو. زنده بودن زیا رو چی خیل از من پنهان کردی؟ من نکم ترست او رو دوست میدارم. دومولازیو عمیق به خواهرش گفته است که من زندم. چی خیل نفهمیدم. خدا جان اکنون من چی کار میکنم؟ حاضر من سوختم.
با اینجا گذاشتشین؟ من اینجا برای 6 سنه اومدم فهمو. تیز با من بگوی زیاد در کجاست؟ زهرا کمتر آرام شو. آرام نمیشوم بیتول. من هر روز زیا گفتم مرده ایستادم. تو مگر وجدان نداری که این را از من پنهان میکنی؟ نمیفهمی مگر؟ زهرا خودت رو بیتول رو اینقدر عذاب نده. زیا مرد، از این 1 سال گذشت. التماس همین رو قبول کن. زیا نمرده است سمی. من او رو دیدم و زنده است. با من گوی بیتول زیا در کجاست؟ زهرا جانم بگی تو میدانی که من چقدر عذاب میکشم. من چند سال پس اکم را یافتم و باز از دست دادم. چی کار کنم؟ یک روز نه یک روز هممون میمیریم. میفهمی؟ هممون از سوی خدا آمده ایم و به سوی او بر میگردیم. اکم وفات کرده است. یا نمرده است بیتو. نمرده است. من او را دیدم. شما برای چی مرا نمیفهمیده؟ بین اگر من با قراره گرفتنی خانه دار شویم فکر کنی که به زیا من خیانت کردم. بین من خانه دار نشدم و به او خیانت هم نکردم. میدونم اگر اکم نمی بود من این رو به تو نمی گفتم. اگر اکم زنده می بود من این رو از تو چه پنهان می کردم. نمرده است بیتو. زیا نمرده است. من خانه دار شوم گفته از من همه پنهان میکند، اما من او را مییابم. نمرده است. زهرا بیتول ایستاد. دیدی هوایی شده است. از عقل بیگانه شده است. خدایا تو عقل او رو نگهبان شو. بیتول تو به حال خودت نگاه کن. 1 سال باز به خودت ناومدی. بیا خانه دار شویم میگویم. خدایا عجب فهمیده باشد. ای بیچاره گربه باز در بالا محکم شده است. حاضر میافتد. باز میافتد. این گربه به عقل دیگر کار ندارد با بالای این درخت میبراید. پروا نکن جونید. آنها از تو با عقل ترن. فهمیدی؟ ای دوگانه جان مثل فیلم گپ زدی. من میبرایم. یاری دهید. نمیبرای گفتم. التماس نبرو لطفا. میبرو سرده. ایستا نمیبرای گفتم. نمیبرای. تمام. نمیبرای گفتم. بچه ها چه گپ است؟ چرا اینجا جمع شده؟ در آنجا چی است؟ استاد باز همون گربه در بالا محکم شده است. گربه؟ او در کجاست؟ اوه ینگه جان شما خوب هستید. کی در کجاست؟ باز که میشد کاتکیل است. در کجاست؟ او چطور به آنجا برآمد؟ استاد مگر یاری تجلی رو دعوت کنیم؟ چی خیلی یاری تجلی؟ باید هیچ نشده است. تو چه میگویی؟ استاد بیچاره در آنجا میمورد. چیز نمیشود. گربه ها 9 جان دارند. اما استاد من بالا برآمده گربه رو نجات میدهم. ایستا حکیم چی کار میکنی؟ نه برا گفتم به تو. چی کار میکنی پسرم؟ حاضر میافتی 110 جایت میشکنم. من میقرارم. این را داره. استاد نبراید. یک لحظه آرام شوید بچه ها. استاد نه شما نبراید. یک بار افتی بزنید نکنید. استاد التماس نبراید. چی داد میزنید؟ آرام باشید آخه. یا خدایا چی جای واهمه است؟ واهمه نکنید. استاد از برای خدا نبراید. نه التماس. دخترم برای چی میافتم؟ این کاری کودکانه است. میبرایم گربه را میگیرم میفرایم تمام. ای استاد نبراید. التماس. نبرو استاد. کنی مرا برداره. چه در کجاست؟ یا خدایا توبه. شما چی ها میگویید؟ مگر در جنازه‌اش تو نبودی؟ با چشمان ندیدی که او را گور کردیم؟ با چی میپرسی؟ با من بازی نکن شفقت. برای از پلیس او را پنهان کردن مرده برآوردید. من میدونم. اما من او را یاد کردم. نمیفهمی مگر؟ ینگه جان من حالت شما رو خوب میفهمم. التماس قبول کنید. شوهرتون از این دنیا رفت. با من بازی نکن شفقت. او را در کجا پنهان کردی؟ به من بگوی. در کیسه هم بجا کردم ینگه جان. او رو میگردونم حسرت میبرم. این چی گپ است آخه؟ او انسان مرد و آدم نیست. یعنی در مزار او را گور کردیم. فهمیدی ینگه؟
تو دروغ گفته صدای شفقت. زیا نمرده است، زنده است. من او را دیدم. نفهمیده ایستادم. یک دقیقه ینگه خودت او رو دیدی؟ ای استاد احتیاط کنید آخه. استاد آیسته. ای استاد احتیاط کنید. آهسته باز نفتید. از برای خدا داد نزنید، کمی دمتان را گیرید. اوف خدایا آنها چی گپ زده ایستادن؟ از بتول یگون چیز نفهمیدین دختر؟ یا دامولا زیا زنده بودنی خود را به بتول نگفته باشد؟ ای شوقت انیک این را میداند. خدایا چی کار میکنم من؟ از تو هم پنهان میکنم. من نمیفهمم چی خیلی از من پنهان میکنم. از تو هم گریخته ایستاده است میگویم. مگر نمیفهمید؟ ینگه جان با تو میگویم وای آدم در قبر است. از قبر برآمده گشته گریخته نمیشود. ای تویا چی شد؟ شوهر نکردی؟ ای بیا ما. استاد احتیاط کنه. ای استاد چقدر شما بی‌پروا هستید؟ بچه ها داد نزنید که حاضر از برای شما شده، خودم را میپرتایم. دیدید استاد چقدر تیز برآمد؟ یو مثل کاتاکیلاس درخت رو برآمده. استاد با دقت باشه، بسم الله گویید. چی گپ است در اینجا؟ چی گپ؟ یا خدایا تو در اونجا چی کار میکنی؟ استاد برای گربه رو نجات دادن برآمد. گربه؟ باز هم گربه؟ بله. آخر برای گربه شده از همین بالای درخت افتیده بودی. من یک سال دیگر انتظار شده نمیتوانم. بیا احمد فرا. از پشت گربه افتیدم؟ ها جان. از کجا افتیدم؟ آخر از همین درخت افتاده بودی. چرا باز به همین درخت برآمدی؟ آخر دیگر درخت نیست؟ من از همین درخت افتیدم؟ بله احمد جان. بله. پس چرا با من نگفتی؟ از اینجا افتیده باشم پس چرا باز برآمدم؟ ای خدای مهربان، هیچ در خاطر ندارم. از من خفه نشو گربه. از پشت تو من باز یک بار دیگر از اینجا نمیافتم. بر وقتر برای چی نگفتی؟ یا خدایا توبه. ای احمد جان آهسته مگر تو میری من استاد احمد احتیاط کنید باز نفته. اگر یک بار دیگر من برایم اوف یاری تاجری جیغ زنید گربه را نجات دهید، این کاری من نیست. احمد جان صبر کن، آخر گربه رو میفروردی. بچه ها بسیم فایتان در اینجا نایستید. زود باشید بسیم فایتان. این گاز داره زود باشید بسیم فایتان در روی. سردارم ماشین رو پیدا کردیم، درونش رو کفتیم. در درونش مواد مخدر بود. وای کالتاکیلاس بیشرف، اکنون به مواد مخدر دست است. سردارم در حق یک آدم مرده شما چی ها گفته ایستاده؟ بیشرف نگوید، این گناه است. چی خیلی مرده است؟ زنده است به اخ؟ بله هرگز نمیرد آنکه دل از زنده شد به ایش. ثبت است در جریده عالم دوام ما. تو چی گفته ایستاده ای؟ سردارم کالتاکیلاس دوست بودنش معلوم است، دیوارها را میبراید اما با مواد مخدر دست زدنش ناممکن است. یک بار کم حجتاش ورق بزن. ای به اخ تو جوره من است یا جوره خیرس؟ من جوره تویم سردارم. از خدا بترس، کالتاکیلاس رو تهمت نکن، گناه است گناه. با ماشین شین برو. نمیشینم. کاندیسنیر هم نداره، هیچ چیز نداره. این ماشین از زمان شوروی مانده است. ماشین های حاضره به آدم هم حرکت میکنن. من باشم در زیر بلانی تو سنگ میمونم. تو یک ماشینی نمیشدنی، حتی ویلی سپید از تو بهتر است به خدا. این را بدون یک روز نه یک روز من هم تو را میپرتایم و تو صغیره میمانی. دامولو با خوراک خوری نمیرویم. یعنی شما هم کار دارید، من شما را مشغول نکنم. اینی دامولو وعده خلافی نکنید. رفتیم بیاید اول قهوه می نوشیم. مایلش می‌داریم. میچگان را در سرم میزنم. این زیبا یک پیسته بر این است آخی.
حضرت اکرم من هم حاضر از کار برآمدم بیگاه به نزد شما میآیم مایلش خوب آمد خیر سنم اکا حیاتم برای چی گریه میکنی؟ چی گپ شد؟ حیاتم گریه نکنی بیایید با خوراک خوری میرویم بابا جون من نروم این چی گپ است؟ بابا جون من نمیروم ما با خوراک خوری برای تو میرویم از بالایمان ابرهای سیاه پراکنده شود شادیمان زیاد شود زورا التماس خیز میرویم اما جون من نمیروم خیز زهرا بابا جون من نمیروم دیگر صبر و طاقتم نماند اکا حیاتم گریه نکنی التماس چی گپ شد نخواد من در خانه ای که به من بد رفتار میکنه زندگی نمیکنم از همان زمانی که مادرم شوهر کرد من زندگی خوش رو ندیدم مادرم به اینجا آمدن تو رو خبر ندارد البته که نه باز خبر میدادم به این هم از رفتن من و همراه شوهرش خودسن شدن سنم جان گوش کن این کاری کردت خطا از تو خودت میدونی اکا اگر حاضر گوید که به خانه برگردم از نزد شما هم میروم دیگر مرا نمییابید از حیاتی همه‌تان دور میشوم نه تمام با آن خانه من اصلا بر نمیگردم این رو بدون مایلش خوشروی من مایلش امروز با تو یگانجا میابم بعد گپ میزنیم چی کار کنیم مرا تنها نگذارید التماس اکا کی من تو رو تنها گذاشتم اینجا بیا من تو رو هیچ وقت تنها نگذاشتم بیا خیر رفتیم سلام در کناری تیرزا جای گرفته بودم بله خانم ملیس مرحبا رحمتی کلام با شما نوشاک اسپیرتی بیارم وای اگر به شما عیب نباشد من به خودم شرابی سرخ میگیرم چی خیلی عیب است هیچ گپ نی من سفیدش رو میگیرم دومولو به عقل تو چی کار میکنی تو معلم دین هستی یعنی پنیر عادی و آبی سفید بله آبی عادی بیار میشه مایلش حاضر میارم دومولو با شما یک چیز میگویم همون روز به نکاح آمدید و گریختید یا که پشیمون شدید یعنی من فکر کردم که شما نکاح رو ویرون میکنید گرچه نکاح به شما هم قل گردید دومولو میلیس یک چیز پرسم شما مرا آیا با یگان کس مانند نکردید باوری دارید؟ دومولو حاضر دیوانه میشوم در کار نجانم نشوید اما با من باور نمیکنید حتی سیرتان رو به زهرا نگفتم باز چیکار کنم که مرا باور کنید حالا هم زهرا میگویدی خانم میلیس من زهرا گفتنی کس را نمیشناسم خب شما حالا هم نمیشناسم گفتن رو دوام دهید و لایق همین است در حقیقت با خدا خیلی کار خوب کردیم تعبمون هم بریده می شود خیلی شده بود که همراه اویلمون با تماشا و خوراخوری نوار آمده بودیم میلیس همه بود اویلمون پر نمیشد میلی زنگ زده گفت که با دوستانم به تماشای فیلم می روم هر چیلو زهرا جان اینجا با تو بسیار پسند میآید همین طور نی؟ تشکر زیاد بابا جان برای این قدر غمخوری هایتان سلامت باشید سیخ کبابی مرغی تموم شده است از گاو بیاریم این خیلی بود با خدا که خوب میشه همین خیلی خانم میشود تمام مایلش تمام تشکر زیاد